اول کارو گوش کنیم بعد در موردش گپ بزنیم با اجازهشون. یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم رو شونه های هم. آها مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار من خش میذارم تو سیما، بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون دیگه از سنگ. این کار شنیدید؟ من فکر کنم برید شما خلافکارهای اصلی و ترورش کنم بشنید. واقعا جزء آرزوهاست دیگه، آرزوهای تاریخ بشر به جایی میرسیم که همه بتونن راحت حرف بزنن بدون هیچ نگرانی. این اثر در حوزه اسمشون رو نگم بگن من هیچ کسم.